بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی عمل یک مرد مصری را دعای ناامیدی نامیدند. او از بی‌علاجی و ناتوانی برای کمک به برادران و خواهران گرسنه‌اش در غزه شیشه‌های پر از خوراک را به بحر می‌پرتافت با امیدی که آنها به ساحل غزه برسند. هر بار که شیشه را به بحر میان زمین می‌پرتافت، با زاری و التجا به درگاه پروردگار دعا کرده می‌گفت: یا الله که بحر را برای موسی جدا کرده بودی، اینها را به غزه برسان. سامحونا يا اخواننا. ما را ببخشید ای برادران. سامحونا. ما را ببخشید. ما برای شما هیچ کاری کرده نمیتوانیم. یا الله، همان طوری که نوح را از میان موجهای عظیم گذراندی، این شیشه های خوراک را نیز به غزه برسان. یا الله، بحر یک از سپاهیان توست. یا الله، بحر یک از لشکران توست. یا الله که بحر را برای موسی جدا کرده بودی. یا الله اینها را به غزه برسان. یادرس می‌شویم که یگانه کشوری که مستقیم با غزه محاصره شده همسرحد است مصر میباشد. با وجود ادامه گرسنگی در غزه، حکومت نظامی این مصر تحت رهبری عبدالفتاح السیسی ماشین‌های بارکشانی کمک بشردوستانه را از گذرگاه رفح نمیگذراند و با این عملش به شریک جنایت گرسنه‌کنی اموی تبدیل یافته است که آن را نظام اشغالگر صهیونیستی به سر مردم فلسطین آورده است.